سلام، خوش اومدی به کانال ناربلا گالری. بازم من امروز اومدم با یه طراحی امضای دیگه. امروز نوبت یه اسم پرطرفداره، اسم علی، که خیلی هم به هم گفته بوده اینو طراحی بکنم و بفرست برای علی هایی که میشناسی و توی که اسمت علیه. علی رو خیلی مدل میشه طراحی کرد. الان من میخوام به انگلیسی و فارسی بنویسمش. یه علی کشیده با یه کشیده و لاتین علی. حالا برم سراغ اینه که چجوری من اینو طراحی کردم. علی رو که خب یه شو کشیدم، انتهای یه رو بردم بالا، علی لاتین رو بهش اضافه کردم و اون خطی که آوردم روی آ برای زیباییش و اینکه ای انگلیسی اون خط وسطش رو داشته باشه. اگر اسمتو تا حالا طراحی نکردم برام کامنت بذار، انجامش میدم.